مصدق یک شخصیت برجسته ملی بود، اونقدر ملی که هرچی توده‌ای و خائن به وطنه نوچش بودن و ایشون هم حمایت 100% ازشون میکردن و برای به قدرت رسیدنشون میکوشیدن. اونقدر ملی که میگفت نفت ایران متعلق به تمام ملل اسلامی است. اونقدر ملی که از پیشوری حمایت میکرد و میگفت بنده هیچ مخالف نیستم که مملکت ایران دولتی فدرالی شود و از دولت درخواست کرد که بیدرنگ انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی که فرقه دموکرات آذربایجان خواسته بود رو انجام بدن. بعد فقط نه خودش را، اینا خانوادگی برجستگی های ملی داشتن. مثلا عبدالحسین فرمانفرما که نوچه انگلیس و بزرگ فئودالیون بود دایی محمد مصدق، و یا مریم فیروز که یکی از 36 فرزند فرمانفرمای خاک بر سر بود که میشد دختر دایی محمد مصدق السلطنه. مؤسس حزب توده زنان بود و عاشق و شیفته خمینی و انقلاب اسلامی. اونقدر ملی بود که کاریو که خودش توی سال 32 نتونست به اتمام برسونه، نوچه ها و رهروانش و عشاقش و پیروانش توی 57 به ثمر رسونن و مملکت رو به تباهی کشوندن. اونقدر این مشهد برجستگیاش زیاده که برای گفتن همه‌شون به ضبط یک ویدیو لامتناهی نیازه. و در آخر، آیا میدانستید که در 28 مرداد 57 فقط سینما رکس نبود که در آتش سوزاندنش، بلکه 27 سینمای دیگر رو هم به همین مصیبت واداشتن که جمعاً میشه 28 تا؟ چه تصادفی واقعا. انقلاب قبول داریم، برای این انقلاب تلاش میکنیم، درسته؟ دوست هم داریم انقلاب پیشرفت. عزیز من چرا اینقدر خودتون میزنیم به بیخبری؟ شما در مورد امام خمینی چیه؟ من فوق العاده بهش علاقه دارم به احترام. او این سلطنتی که الان تقش هم در آمده، همه جا گفتن دست نشانده انگلیس رو از بین برد. چرا ما اینقدر کوچیک میبینیم؟ یه قدم خودمون برمیداریم اینقدر گندش میکنیم که خیال کن که دماوندی. اما اون که این کار کرد، سلطنت رو ریشه‌کن کرد، گفته هاشو بخونید. وقتی در پاریس بود، در پاریس هم که بود، ما بهش ارتباط داشتیم.